سرگذشت نادرشاه، آخرین فاتح شرق از ظهور تا سقوط. راوی امیر اردلان داوودی. افشاریان نام دودمان ایرانی از سال 1736 لغایت 1796 میلادی و اعضای یک سلسله ترک تبار بودند که بر ایران فرمان روایی کردند. بنیانگذار این دودمان نادرشاه افشار بود. نادرشاه از ایل افشار بود، دستی از ترک‌های اغوز که در اوایل دوره صفوی برای نگاهبانی از مرزهای ایران در برابر هجوم ازبک‌ها از آذربایجان در شمال غرب ایران و شرق ترکیه کنونی به خراسان کوچانده شدند. نادرشاه افشار در سال 1066 خورشیدی در درگزد در شمال خراسان به دنیا آمد. این ایل به دو شعبه بزرگ تقسیم می‌شد، یکی قاسملو و دیگری ارخلو. نادرشاه افشار از شعبه اخیر بود. طایفه ارخلو را شاه اسماعیل از آذربایجان به خراسان کوچاند و در شمال آن سرزمین در نواحی ابیورد و درگز و باخزر تا حدود مرو جای داد تا در برابر ازبکان و ترکمانان مهاجم سدی باشند. قدرتگیری نادر. بعد از اینکه افغان‌ها اصفهان را اشغال کردند و محمود افغان بر تخت سلطنت ایران نشست، چند وقتی نگذشته بود که اختلافات بین افغان‌ها شدت گرفت و در نهایت منجر به قتل محمود توسط اشرف افغان گردید. طهماسب دوم نیز که بعد از فرار از اصفهان در پی بسیج قوا برآمده بود، در مازندران و استراآباد یعنی گرگان فعلی توانست فتحعلی خان قاجار جد آقا محمد خان را برای کمک به نیروهای محاصره شده در پایتخت صفویان اعزام کند. فتحعلی خان به همراه 2000 سپاه سواره که ترکیبی از جنگاوران قاجار، اهالی استراباد و گروهی از ترکمنان بودند به سوی اصفهان آمد. این سپاه به دنبال نبردی سخت که از بامداد تا شامگاه به طول انجامید قادر گردید 1000 نظامی افغانی را هلاک نماید و به درون پایتخت نفوذ کند. اما هنوز مدتی از اقامت فتحعلی خان نزد سلطان صفوی نگذشته بود که به سخنچینی از وی پرداختند و شایعه نمودند زنبورک و پرچم در جلو انداخته، عملکرد شاهانه در پیش گرفته و قصد سلطنت کردن دارد. با اوج گرفتن این شایعات بوی توطئه و مرگ به مشام فتحعلی خان و فرماندهان سپاه او رسید. به ناچار در اولین فرصت به سوی استراباد برگشتند. مدت زمانی بعد مجددا خاندان صفوی دست یاری به سوی فتحعلی خان بلند کردند. طهماسب از او خواست این بار پس از جمع آوری نیرو به استعداد 30,000 نفر به سوی مشهد حرکت کنند تا آن نواحی را از سلطه محمود سیستانی باز پس گیرند. از قضا در همین شرایط بحرانی نادرقلی به همراه سواران زبده تحت امرش به سپاه شاه طهماسب پیوست. چون خورشید اقبال فتحعلی خان در حال طلوع و درخشیدن دید، در پی توطئه برآمد و او را متهم به خیانت و ارتباط با دشمن نمود. پافشاری بر این اتهامات سرانجام سبب گشت سر از بدن فتحعلی خان جدا کنند و جنازه‌اش را در همان مشهد در گورستان خواجه ربیع به خاک بسپارند. در همین زمان در میان وضع بسیار آشفته سیاسی نظام ایران، سردار بزرگ به نام نادر گام به میادین جنگ و سپاهیگری نهاده بود تا افکار عمومی ایران فرق زده، نگران و تشنه آسایش و آرامش را سیراب نماید. به همین جهت پیروزی‌ها و رشادت‌های مکرر او روز به روز بر شهرتش افزود و موقتاً در دل‌های مردم جای گشود. نادرقلی در سن 18 سالگی به خدمت حاکم ابیورد درآمد و بعد از طی کردن مدارج بالای سپاهیگری دختر او را هم به همسری گرفت. آنگاه بعد از مرگ پدرزنش حاکم ابیورد شد. در همین زمان بود که معیرالممالک فرستاده طهماسب نزد او آمد و تقاضای یاری برای حمله به مشهد و راندن شاه محمود سیستانی را نمود. نادر در رأس 5000 سوار نظام افشار و کرد عازم این سفر جنگی شد.
در ربیع الاول سال 1139 هجری قمری بعد از فتح مشهد به دنبال قتل فتحعلی خان قاجار دومین حریف یعنی شاه محمود نیز در صحنه شطرنج سیاسی نظامی ایران مات کردید. سپس سرکوب خانهای سرکش در سایر نقاط خراسان با قدرت و شدت ادامه یافت. جنگ مهمان دوست. اولین جنگ با افغانها که مجددا تجمع نموده بودند به تاریخ 6 ربیع الاول 1142 هجری قمری بین دهملا و مهمان دوست دامغان اتفاق افتاد. به نوشته مروی اشرف 20,000 جنگاور را برای این جنگ آورده بود. بعد از آرایش دو سپاه در اولین ساعت بامداد نبرد سختی با صدای توپ‌ها، زنبورک‌ها، تفنگ‌ها و ناوک‌های ضربزن لشکریان قزلباش آغاز شد، به طوری که در همان چند ساعت اول نتیجه جنگ مشخص شد و افغان‌های مغلوب را فراری داد. سپس سوار نظام قزلباش بر توپخانه لشکریان اشرف افغان حمله ور شدند و بعد از گذشتن از خطوط مقدم آنها به اردوگاه سپاه افغان نفوذ کردند و سپاهیان اشرف افغان را به ضرب تیر و تفنگ و شمشیر و نیزه از پای درآوردند و قتل عام نمودند. دشمن که وضع جنگ را به این صورت دید از آخرین مقاومت‌های جست و گریختش صرف نظر کرد و فرار را برقرار ترجیح داد. در این نبرد 12,000 افغانی و 4,000 ایرانی به هلاکت رسیدند. فراری‌های افغانی به انتقام این شکست ناگهان به اصفهان حمله ور شدند و اقدام به غارت و سپس آتش زدن بازار شهر اصفهان کردند. بعد از پایان این جنگ و به دست آوردن پیروزی چشمگیر، این خبر در بسیاری از ولایات، شهرها و روستاهای ایران شور و شعف آفرید. همه مترصد و در آرزوی بیرون راندن افغانهای اشغالگر و ستم پیشه بودند. استرداد شهرهای ایران توسط روسیه و خلع شاه طهماسپ صفوی. قتل اشرف و انهدام افغانها اوضاع قسمتی از ایران را آرام کرد و شرایط را برای یک پیوند سیاسی بین سلطان طهماسپ و سردار نادر مساعد نمود، به ویژه آنکه اینک در بین درباریان ارتش هر کدام در حیطه قدرت و اعتبار خود طرفداران زیادی یافته بودند. بنابراین قبل از هر نوع برخورد مصالحه سیاسی بین آنها ضروری و لازمی نمود. به همین جهت طهماسپ خواهر خود رضیه خانم را به عقد نادر درآورد و خواهر دیگرش سلطان بیگم را نیز به عنوان اولین همسر فرزند نادر یعنی رضاقلی میرزا به او سپرد. بدین وسیله خطر کودتا در ارتش و قدرت گرفتن نادر قلی میرزا منتفی گردید و شرایط مطلوبی برای سازش و سپس توجه به سایر دشمنان به وجود آورد. ابتدا نادر و ارتش تحت فرماندهی او نگاهی به شمال ایران انداختند. آنها از دولت روسیه درخواست کردند سواحل جنوبی اشغال شده دریای خزر را به ایران پس بدهند. بعد از چند اقدام دیپلماتیک در سال 1145 نمایندگان ایران و روسیه در رشت معاهده‌ای منعقد کردند که به موجب آن روس‌ها تمامی اراضی ایران در جنوب شهر سالیان و نهر کورا را باز پس دادند، ولی تخلیه دربند و باکو را موکول به زمانی نمودند که ایرانی‌ها ایروان و قفقاز را از عثمانی‌ها پس بگیرند و راه برتری آنها را به سوی سواحل دریای خزر ببندند. این دو منطقه در سال 1147 بعد از آنکه نادر شماخی و داغستان را گشود بر اساس معاهده دیگری در اختیار ایران قرار گرفت. بعد از این موفقیت‌ها درست در زمانی که نادر در خراسان مشغول دفع بقایای افاقنه بود، شاه طهماسپ به همراه 18,000 نفر سپاهی از اصفهان به تبریز رفت و در نزدیکی ایروان شکست سختی به عثمانی‌ها وارد کرد و پیمان متارکه جنگ با آنها را نقض نمود. عثمانی‌ها برای منصرف کردن طهماسپ از اقدام بعدیش علی پاشا سرفرمانده نواحی ایروان و احمد پاشا حاکم بغداد را به همراه سپاهی بزرگ به سوی عراق عجم یعنی مناطق غربی ایران فرستادند تا آن نواحی را تصرف کنند. طهماسپ و سپاه او با شتاب خود را به همدان رساندند و در مقابل سپاه عثمانی قرار گرفتند.
ولی به علت کمبود آذوقه سربازان و علوفه چهارپایان سپاه از ارتش 160,000 نفری عثمانی شکست خورد، به طوری که توپخانه سنگین و یگانهای زنبورکچی او کاملا بی اثر ماندند. احمد پاشا کرمانشاه و همدان را گرفت و علی پاشا نیز مراغه و تبریز را فتح نمود. طهماسب پریشان و درمانده به همراه سپاهیان شکست خورده‌اش به اصفهان گریخت. بعد از گذشت چند ماه قرارداد صلحی بین آنها منعقد گشت که به موجب آن طهماسب حاضر شد در مقابل حفظ تبریز، اردلان، لرستان، همدان، کرمانشاه، ولایت آن سوی رود ارس یعنی گنجه، تفلیس، ایروان، نخجوان و داغستان را به عثمانی ها واگذار کند. نادر که با شنیدن این اخبار در هرات شدیداً برآشفته شده بود، سفیرانی چند به استانبول و بغداد روانه نمود و خواهان استعداد شهرهایی شد که طبق معاهده اخیر به عثمانی ها واگذار شده بود. سپس پیامی به اصفهان نزد طهماسب فرستاد و از انعقاد عهدنامه و عدم توجه به اسرای نظامی ایران در نزد عثمانی ها اظهار ناخشنودی کرد. وی بعد از آن سرداران ارتش صفوی مستقر در اصفهان را قانع کرد تا زمینه خلع شاه طهماسب را به تاریخ 5 ربیع الاول 1145 به اجرا بگذارند. بعد از خلع طهماسب، فرزند شیرخوار او به نام شاه عباس سوم را به پادشاهی برگزید و خود نایب السلطنگی شاه عباس سوم را بر عهده گرفت. از این تاریخ آفتاب حاکمیت خاندان صفوی غروب نمود. جنگ نخست نادر با عثمانی ها. از نظر نادر و فرماندهان طرفدار وی، از طهماسب موجب تقسیم و تعادل قدرت در بین دربار و ارتش گردیده بود و به علاوه تفاهم با روس‌ها نیز خیال صاحب منصبان نظامی ایران را از سوی شمال راحت کرد تا فرصتی برای قدرت نمایی در برابر عثمانی ها بیابند. به همین دلایل نخست سفیری را به کشور عثمانی روانه کردند و خواستار تخلیه نواحی اشغال شده ایران توسط قوای آنها شدند، ولی عثمانی ها توجهی به این خواسته ننمودند. بنابراین ارتش ایران به سرفرماندهی شخص نادر بلافاصله به سوی نهاوند، ملایر، سنندج و کرمانشاه سرازیر شدند و این مناطق را یکی پس از دیگری آزاد کردند. سپس بخشی از چهارپایان سپاه را به سوی خرماتو، ذهاب و مندلیج فرستادند تا به تهیه آذوقه و علوفه بپردازند و خود نیز در پی آنها به آرامی به سوی بغداد به حرکت درآمدند. برای عبور از رودخانه پرآب دجله دستور صادر شد نجاران و کشتی سازان از چوب و نخل‌های خرمای منطقه اطراف بغداد 1000 گمی یا قایق بزرگ بسازند. آنگاه گروهی 40 نفر متخصص مخفیانه خود را برای نصب پل و بستن طناب شناکنان به آن سوی رود رساندند، ولی ناگهان در مقابل منتریس و مورچل عثمانی ها به در آمدند و عملیات آنها لو رفت. تعدادی از این گروه کشته شدند و بقیه ساکنان خود را نجات دادند. در نیمه های یکی از شبها نادرشاه با نیروهای ویژه خود گروه 4000 نفره از پل ساخته شده بر روی دجله عبور کرد و تا قبل از طلوع آفتاب توانست قلعه بغداد را در محاصره بگیرد. احمد پاشا سپهسالار عثمانی ها صبح خیلی زود خبر عبور ایرانی ها از رود را شنید و در اولین عکس‌العمل 30,000 جنگاور را از دروازه ها خارج کرد و آماده نبرد شد. با دمیدن آفتاب صدای بوق و کرنا و سرن الله الله گویان سربازان غوغا در صحرا افکند و جنگی خونین آغاز شد. توپخانه ایران نیز همزمان از آن سوی رود در زمانی که احمد پاشا از بالای برج و باروی بغداد ناظر صحنه‌های جنگ بود، شهر بغداد را زیر آتشبار خود گرفت. حجم آتش سنگین پوشش و چتر حمایتی خوبی برای جنگاوران نادر ایجاد کرد تا شناکنان خود را از رود گذرانده و در خط مقدم جبهه قرار بگیرند. به دستور نادر قایق‌های ساخته شده و با به کار بردن تخته‌های فراوان پل دیگری را بر روی رود دجله احداث کردند. آنگاه بخشی از سپاه تحت امر یک فرمانده عملیات آبی خاکی بر روی شناورهای متعدد در آن سوی حصار بغداد که مشرف بر رود بود مستقر شدند و توسط تفنگچیان حرفه‌ای هر نوع عبور و مرور به داخل قلعه بغداد را تحت کنترل شدید گرفتند.
محاصره شدید به زودی اوضاع داخل بغداد را به وخامت کشاند. کمبود آذوقه بسیاری را هلاک کرد و گروهی را نیز وادار به فرار نمود. علاوه بر آن روزانه چند صد نفر از اهالی به خاطر رهایی از مرگ و گرسنگی خود را از روی برج و بارو به زیر انداخته و به اردوگاه ایرانی‌ها پناه می‌آوردند. اما در چنین شرایطی قلعه آماده سقوط و تسلیم بود. ناگهان چاپارهای سپاه نادر خبر آوردند 300,000 ینگچری اسلامبول، شام، حلب، دیاربکر، دمشق و مصر توسط عثمانی ها به این سوی روانند، آنچنان که غوغا در میان سپاه نادر انداخت. نادر برای رویارویی با سپاه کمکی امپراتوری عثمانی 12,000 از ضبط‌ترین افرادش را که مجهز به تفنگ بود به مصاف عثمانی ها فرستاد تا با آتش سد کننده جلوی پیشروی آنها را به طور موقت بگیرند. سپس 30,000 جنگاور جوشن پوش 2 اسبه و 20,000 تفنگی جزایری که همگی کمربند طلا و نقره و کلاه نمدی خراسانی و ابلق پهلوانی در بر داشتند به یاری آنان فرستاد. سپاه اعزامی ایران در اوایل شب خیمه ها و خرگاه های خود را برافراشتند و شبانه به آرایش نیرو پرداختند. بامداد همان شب نبردی سخت و خونین آغاز شد. در همان ساعات اولیه ترک ها 20,000 و ایرانی ها 30,000 نفر کشته و تلفات دادند و 3,000 نفر هم از سپاه نادر اسیر شدند. به تدریج سستی در بین جنگاوران ایرانی ظاهر گشت. نادر فوراً جارچیان را به میان آنها فرستاد و خبر رساند که به زودی نیروهای کمکی و پشتیبانی جدیدی از راه خواهند رسید. سپس غنیخان افغان را در رأس 12,000 سرباز ابدالی افغان به کمک نفرات قراچورلو و مروی فرستاد. ولی چون تشنگی شدید بر جنگاوران فشار آورده بود، به وسیله جارچیان سپاه به آنها دستور داده شد عقب نشینی کنند. آنها نیز بلادرنگ پشت به جبهه نبرد کرده شبانه خود را به حاشیه رود دجله رساندند و بسیاری نیز به این بهانه پای به فرار گذاشتند. به نوشته پیکلیت این پیروزی نتیجه اتخاذ تاکتیک و سیاست به جای سرفرماندهی کل ارتش عثمانی بود که منطقه عملیات و جنگ را به نواحی سامره کشاند، زیرا زمین این نواحی مستور از شنهای روان بود و کار را بر سوار نظام ایرانی چنان سخت کرد که قدرت مانور و تحرک را از آنان گرفت. علاوه بر آن کمبود شدید آب هم که با مشک‌های متعدد حمل می‌گردید نتوانست نیاز جنگاوران را در این صحرای گرم برآورده کند. غیر از این 2 عامل بسیار مهم دیگر نیز در پیروزی ترکان عثمانی مؤثر افتاد و آن برتری آتشبارهای توپخانه عثمانی بود. آنها توپ‌های بزرگی را به مصافگاه آوردند. سپس با اتخاذ تدابیر بسیار هوشمندانه سرداران و افسران ارشد عثمانی در امر آرایش نیرو توانستند برتری خود را تا آخرین لحظه حفظ کنند. در پی این شکست سپاه منهزم شده ایران به سوی همدان و کرمانشاه عقب نشستند. در اینجا تعدادی از سرکردگان ارتش به شدیدترین وجه ممکن مجازات شدند. از جمله ترخان کرد فرمانده یک ستون 10,000 نفره محکوم به مرگ شد و چند مینباشی را نیز گوش و بینی بریدند. سپس بار دیگر به بسیج نیرو و جمع آوری سلاح و تجهیزات جنگ پرداختند. نادر برای این کار 200,000 تومان هزینه کرد. مثلا او به کسانی که اسب 10 تومانی خود را از دست داده بودند 20 تومان خسارات پرداخت و از تمام ولایات شتر، استر، خیمه، شمشیر، سپر، جوشن، کلاهخود و باقی ابزار جنگی حتی نعل و میخ 4 پایان جمع آوری نمود و بین لشکریان تقسیم کرد. روی هم رفته در عرض 40 روز 14,000 اسب شتر قاطر از نواحی همدان جمع و به همراه 50,000 دست لباس بین 50,000 جنگاور جدید تقسیم گردید. سپس بار دیگر ارتش ایران به سوی بغداد روانه شد. این بار توپال پاشا کشته شد. کربلا، حله، نجف، سلیمانیه، موصل، کرکوک به تصرف ایرانی ها درآمد و بغداد نیز دوباره تحت محاصره قرار گرفت. ولی با فرارسیدن خبر شورش بزرگ محمد خان بلوچ و اعراب ناحیه هویزه اجرای عملیات نهایی با تردید روبرو گشت. نادر محسن حسن خان قاجر را به همراه قشون استراباد مأمور سرکوب آرام نمودن آنان نمود و حاکم کهگیلویه را نیز به همراه سپاهیان تحت امرش به یاری وی فرستاد.
مجموع این لشکریان اعراب شورشی را به شدت سرکوب کردند و بسیاری از سران و مشایخ آنها از جمله شیخ احمد را برای مدتی به سراباد فرستادند تا تحت نظر قرار گیرد. متاسفانه حمله دوم به بغداد نیز به علت مشکلات مهم داخلی سیاسی نظامی ایران که به تدریج خود را بروز میداد دستاورد مهمی به همراه نیاورد و در نهایت منجر به پیمان صلح با احمد پاشا گردید. اما در سال بعد مجددا دوره جدید از جنگ‌های ایران عثمانی در نواحی قفقاز، داغستان و نواحی غرب آغاز شد که به تشریح مهمترین آن یعنی فتح گنجه میپردازیم. دوره دوم جنگ‌های ایران عثمانی و فتح گنجه. به هنگام فتح گنجه در جمادی الاخر سال 1147 گنجلی پاشا وسایل جنگی بسیار و آذوقه فراوان در قلعه ذخیره کرده بود و 14,000 سرباز ترک را نیز آماده دفاع از آن نمود. لشکریان نادر با رسیدن به این ناحیه دور حصار و باروی قلعه را در عرض 3 روز سنگرهای مختلف ساختند و در درون آنها مستقر گردیدند. سپس با فاصله 1 تیر پرتاب از قلعه برجی از چوب ساختند تا از بالای آن درون قلعه را نظاره کنند، ولی این برج دیدبانی در اولین فرصت توسط مدافعان قلعه ویران شد. به امر نادر یگانهای تحت امر علی خان توپچی باشی در روز بعد از هنگام صبح تا پاسی از شب حصار، برج و باروها، دروازه های قلعه را زیر آتش خمپاره‌های آتش افشان و توپخانه سنگین گرفت، ولی با وجود تخریب بسیار مدافعان دژ شبانه آنها را ترمیم و تعمیر کردند. تا مدتی به همین وضع دو طرف یکدیگر را زیر آتش توپ و تفنگ داشتند تا اینکه عاقبت حسن علی خان یکی از امرای درگاه نادر نقشه و طرح عملیات مهمی را پیشنهاد نمود که مورد توجه نادر و سایر فرماندهان قرار گرفت. به موجب این طرح از ولایات مختلف سربازان 100,000 توبر یا کیسه جمع آوری کردند و تمامی آنها را از خاک و خاشاک انباشتند. آنگاه کیسه ها را در یک منطقه مشخص به داخل خندق دو شهر ریختند تا آنجا را کاملا پر کردند. بدین وسیله راه عبور و گذر برای جنگاوران سپاه نادر به وجود آمد. ولی هر بار که تعدادی از سربازان از روی آن معبر عبور می‌کردند، بلافاصله مدافعان از دروازه ها بیرون می‌آمدند و با آتش توپخانه و تفنگ تفنگچیان آنها را کشته یا وادار به عقب نشینی می‌نمودند. یک ماه نیز اوضاع بدین منوال گذشت. در این مدت مدافعان قلعه توانستند 60 نفر از جزایریان تفنگچی را که نادر بر بالای مناره‌های مسجد خارج از قلعه مستقر کرده و به طور دائم کوچه و خیابان را به زیر آتش گرفته بودند، با به توپ بستن مناره‌ها همگی را به دیار عدن بفرستند. سرداران و سربازان عثمانی در این مدت به هیچ وجه از مقاومت کوتاه نکرده بودند، زیرا این دژ به همراه ایروان، تفلیس و قارس 4 پادگان بزرگ مرزی نیز محسوب می شدند که شدیداً مورد توجه و پشتیبانی استانبول قرار داشتند. به علاوه از دست دادن این 4 شهر یا قلعه، موازنه قوا را در این سرحدات کاملاً به نفع حریف برهم می‌زد. قوای ایرانی که در این ستیز ملالت آور مستاصل شده بود تصمیم گرفت از خاکریزهای پیش در پیش و طولانی که با آن کوچه سلامت میگفتند بهره ببرند. بنابراین اقدام به حفر آن نمودند. در طول این چند روز مدافعان گمجه گلوله‌های خمپاره خود را تمام کردند و مجبور شدند منجنیق‌هایی همچون پله تراژو بسازند و میان آنها را پر از سنگ نمایند و روی سپاه نادر خالی کنند و بسیاری را اینگونه به هلاکت بیندازند. ولی در این مدت سپاه نادر دست از خاک برداری بر نداشت و قادر گردید با استفاده از حفاری‌های زیرزمینی خود را تا پای حصار برساند. در اینجا نقبچیان در زمان کوتاهی 4 نقب عریض به زیر برج و باروی قلعه بردند و آن را مملو از باروت، گلوله و چوب کردند. به نوشته میرزا مهدی استرابادی فقط 3500 من تقریباً معادل 10 تن بارود زیر نقب‌ها کار گذاشتند. در این مدت مدافعان دژ بیکار ننشستند و از چند نقطه شروع به حفر نقب کردند، آنچنان که در 2 مکان ناگهانی در زیر زمین مقابل نقابان ایرانی درآمدند و با شمشیر، نیزه و تپانچه به جان هم افتادند. سرانجام نقب زیر دروازه آتش زده و منفجر شد.
این انفجار تخریب زیادی ایجاد کرد، طوری که راه را برای عبور یک نیروی ویژه و ضربتی 3000 نفره که از قبل آماده هجوم و رخنه بودند گشود. این گروه در زیر باران گلوله‌های تفنگ خود را به ابتدای درونی قلعه رساندند، ولی بعد از یک جدال خونین و تن به تن و دادن تلفات زیاد مجبور به عقب نشینی شدند. طولانی شدن محاصره اینک نیروها را بیش از پیش به شدت عاصی کرده بود، ولی خشونت رفتاری موجود در شخصیت نادر و تعدادی از افسران کادر فرماندهیش قدرت و جرأت هر نوع اعتراضی را از جنگاوران سلب نموده بود. برای چندمین بار عملیات دیگری در دستور کار فرماندهان قرار گرفت. این بار مقرر گشت 2 دیوار بلند و موازی به حد ارتفاع حصار قلعه بسازند و در پایان آنها را به حصار اتصال دهند. چنین نیز کردند و بعد از اتمام کار آب رود منطقه را در درون این کانال بلند مصنوعی هدایت کردند تا کاملا پر و سرریز گردید. با ادامه جریان آب بخشی از برج بارو تخریب شد. سرانجام در یک حمله سراسری که تمام ارکان ارتش شرکت داشتند و به مدت 10 شبانه روز ادامه یافت، تفنگچیان، توپچیان، زنبورکچیان، قازان، امرا، حفاران و قدراندازان نقاط گوناگون برج بارو را ویران نموده و توپچیان خراسان و قورچیان قرخلو از راه نقبی که نقبچیان حفر کرده بودند به داخل قلعه رفتند و نقاره شادیان را به صدا درآوردند. بدین طریق گنجه فتح شد. اما هنوز چند روزی از این واقعه نگذشته بود که عبدالله پاشا سپهسالار معروف با ارتشی بزرگ که میرزا مهدی استرابادی تعداد آن را 120,000 نفر ذکر کرده از راه رسیدند و بار دیگر جنگ خونینی شکل گرفت. عثمانی ها با وجود کثرت نفرات کاری از پیش نبردند و 50,000 نفر تلفات نیز بر جای گذاشتند. سردار آنها عبدالله پاشا کشته شد و بسیاری از فرماندهان آنان هم اسیر گشتند. نادر دستور داد نعش عبدالله پاشا را کفن کردند و در تابوتی شمشادی نهاده به همراه تعدادی از فرماندهان اسیر شده ترک از جمله ینگیچری، آقاسی و توپچی باشی ها سنجق بیگیان که در محضر نادر به گریه افتاده بودند روانه درگاه سلطان عثمانی نمودند. بعد از این جنگ تمام توپخانه اعزامی عثمانی ها، بخش تدارکات، چادرها و خیمه ها، چارپایان فراوان و ادوات جنگی بیشمار به غنیمت ایرانیان درآمد. سپس خبر این پیروزی به وسیله فتحنامه‌های متعدد به شهرهای مختلف از جمله آذربایجان، عراق، فارس، همدان، خراسان و مازندران ارسال گردید و دستور داده شد در تمام این نقاط کوس شادمانی بنوازند. بعد از فراغت از این کار غنایم بیشمار را بین نظامیان تقسیم کردند. مقدار این غنایم به حدی بود که نظامیان ماکولات، شکر، قهوه، ظروف چینی و امثال آن را بر نداشته و برای آن ارزش قائل نمی شدند. آنگاه شادمانه بزرگی برگزار شد که در طی آن به جنگاورانی که در میدانگاه رشادت زیادی از خود نشان داده بودند خلعت و هدایای فراوانی بخشیدند. تعدادی را نیز همچون بختعلی خان فارسی که در منطقه ایروان در مقابل لشکر حسید پاشا اهمال کاری و قصور داشتند محاکمه کرده و به قتل رساندند. پیروزی ها و دستاوردهای این دور از جنگ ها رقیبان و دشمنان عثمانی از جمله اروپاییان و روسها را به وجد درآورد و به عکس العمل واداشت. روزها شادمانه به لواشوف فرمانده نیروهای خود در جنوب دستور دادند عده‌ای از مهندسان نظامی خود را با لباس مبدل و تعدادی توپ به کمک نیروهای ایرانی بفرستد. عثمانی ها نیز که قانع شده بودند اوضاع در ایران کمی متحول شده و رو به ثبات و بهبودی است، از در سازش و مصالحه برآمدند. آنها احمد پاشا والی بغداد را مأمور عقد معاهده صلح با ایرانی ها نمودند و پذیرفتند که ایروان را به ایران تسلیم کنند و در عوض قارس را در تصرف خود داشته باشند. بدین ترتیب در سال 1148 هجری صلح سابق بین ایران و عثمانی از طرف باب عالی تصویب و بسیاری از ولایات و شهرهای غربی و شمال غربی را به ایران بازگرداند. نشستن نادر بر تخت شاهی. نادر اینک سردار بزرگ، ناجی و فاتحی محسوب میگشت
که دو دشمن بزرگ یعنی افغانها و عثمانیها را به زانو درآورده و سایه غارت آنها را از سرزمین ایران برچیده بود. به همین دلیل این فاتح نظامی اوضاع را برای مانورهای سیاسی و قبض کردن کامل قدرت نیز بسیار مساعد یافت. پس در 8 رمضان 1148 هجری در دشت مغان اردو زد و نمایندگان بسیاری از سراسر ایران به آنجا فراخواند تا تکلیف حکومت و سلطنت را معین و یکسره کنند. در این اجتماع بزرگ که 20,000 نفر از رجال، اعیان، خانها، سرطایفها و غیره به همراه 80,000 خدمه خود شرکت کرده بودند که در 12,000 ساختمان موقت جای داده شدند. در بین این اشخاص 54 خان بزرگ نقش رهبری و تعیین کننده ای داشتند. جشن بزرگی در نوروز همین سال برپا گردید که طی آن نادر با پیشنهاد قوانین و فرماندهان پادشاهی ایران را پذیرفت و سپس در روز 5 شنبه 25 شوال 1148 هجری قمری تاجگذاری نمود. نادر برای پذیرش سلطنت 5 شرط داشت که عبارت بودند از: 1. ایرانیان باید از عقاید و تعصبات گذشته خود نسبت به سنی ها دست بردارند و اهل سنت و جماعت هم باید مذهب شیعه را مانند مذاهب 4گانه قبول کرده و آن را مذهب 5 بشناسند. 2. شیعیان باید در مکه رکنی خاص داشته باشند و ایرانیان بتوانند در آنجا به آیین جعفری نماز بگزارند. 3. همه ساله از طرف ایران امیرالخاص معین شود و از راه شامات به حجاز برود و دولت عثمانی باید او را مثل دیگر امیران حجاج به رسمیت بشناسد. 4. همه اسیران جنگی و غیر جنگی بین ایران و عثمانی مبادله شوند و خرید و فروش آنها موقوف گردد. 5. سفرای دولتین ایران و عثمانی از دو جانب معین شوند و در پایتخت یکدیگر به فیصله امور مورد اختلاف بپردازند. فتح قندهار. آرامش در مرزهای غربی و شمال غربی، مصالحه با عثمانی‌ها، ثبات و آرامش موقت حاکم شده بر اوضاع سیاسی ایران، به دست آوردن قدرت و سلطنت همه سبب شد این بار نادر و یاران او نگاهی به شرق ایران بیندازند، زیرا به تازگی حسین افغان در منطقه قندهار بار دیگر به تحریک طوایف مختلف پرداخته و با گشودن مرزها بر روی افغان‌های قلجزایی فراری سبب پناه بردن آنها به هندوستان شده بود. نادر بعد از ارسال نامه‌های مکرر برای حسین افغان کادر افسری خود را که اکثرا از خوانین و سرطایفه‌های ایل افشار و سایر طوایف بودند قانع نمود باید بی تأمل به دفع افغانها بپردازند. مدتی بعد ارتش 80,000 نفری در ماه رجب سال 1149 از راه ابرقو و کرمانرایی قندهار شد. سپس در ذی‌حجه سال بعد پس از تصرف قلل کوههای اطراف و اشغال مواضع مستحکم حاشیه در روز 23 همین ماه وارد نبردی خونین شدند که مؤلف عالم آرای نادری آن را به زیبایی چنین توصیف نموده است: خانه سوزان بر مفارق حسین خان افغان به تابیدن درآمد، صداها و هوی گردان، نعره مبارزان، شلیک زنبورکچیان و جزایرچیان گوشکر و بیان فلک را کر کرده، زلزلة الارض زلزالها در جبال قیتول و ارکان افغانیان انداخت. چشم حسین شاه افغان بدان سپاه فیروز کلاه و آن همه حشمت و جبروت افتاد که موازی 16,000 نفر جزایری کمل طلا و نقره با جزایریان یراق طلا و نقره، کلاه نمدهای زابلستانی در سر، قبا از چرم بلغار در بر، شده های کنار زردوز، یکی ابلق پهلوانی در گوشه سرخلانیده، پوست پلنگ در کمر مرکبان، زنگ زلازنگ در گردن اسبان و با یراق و اسب نقره مرکبان خود را آراسته. در آن منزل که محل نزول رایات ظفر علامات نادر بود، آن 16,000 نفر تماما در دهنه جلو همایون افتاده و بیرق الوان هر یک بر گوشه قنداق نصب کرده و جز ایران را بر دوش گرفته یریهای یری، گویان دو راسته صف بسته و 1700 رأس اسب شامی را بزین و یراق مرصع به جواهر به رسم جنیبت در پیش می کشیدند.
و 400 نفر شاطر با کردنی‌ها و کمرخنجرهای مرصعی که در راست و دیگری در چپ زده در دهن جلوی همایون راه می‌رفتند. با قرقره‌های دیبا و زربوف و کناره سمور و موازی 1200 نفر چاوشان با گرزهای نقره و طلا و 3000 نسخچیان پرکلاه طلا چون پر تیر بر سر زده همه جا پیشاپیش سپاه نصرت پناه مأمور و 14,000 نفر یساول قورقچی در ترتیب صفارایی مشغول و 1000 نفر یساول صحبت با چماقهای طلا و نقره در حضور نادر می رفتند و 1700 شتر زنبورک در همه جا شلیک کنان در دهنه جلو عازم. در دست راست موازی 16,000 نفر جنگاوران آذربایجان غرق دریای آهن فولاد گردیده و در دست چپ نیز 16,000 نفر دیگر از غازیان عراقی و پارسی در کمال آراستگی صف بسته و در پای علمهای زرنگار به قدر 24,000 نفر از غازیان خراسانی غرق در آهن فولاد گردیده و می آمدند. قبل از ورود نشانهای صاحب قرانی نادر سرداران و رؤسا و سرخیلان از قبیل حاجی خان، علی قلی بیگ افشار، قاسم خان قاجار، مصطفی خان بیگدلو، علی مردان والی لرستان، لطفعلی خان فتحعلی خان و کلبلی خان پسران بابا علی بیگ هر یک با جمعیت سپاه خود فوج آمده نزول می کردند. چون چنگ شروع شد دلیران سپاه ایران چون شیر قرآن و ببر بیان داخل معرکه جنگ شدند و به ضرب تیر تفنگ و پرتیر عقاب تیز چنگ، تبرزین فرق شکاف، خنجر زوبین معرکه مساف قطع حیات از ممالک ممات می کردند و با هر حمله جمعی کثیر از پادر می آمدند. دلاوران سپاه نادر به دروازه های قلعه قندهار حمله بردند، ولی مدافعان قلعه قندهار با تیراندازی راه جنگاوران ایرانی را سد می کردند. در روز اول کارزار 4700 نفر اسیر به نزد نادر آوردند. روز دوم بین سرکردگان مدافعان قلعه قندهار وظایف تقسیم شد و مردان قندهار در جای جای قلعه اقدام به حفر سنگر و خاکریز کردند و منتظر هجوم سپاه ایران بودند تا با ضرب تیر تفنگ‌هایشان آنها را از پا درآورند. تنها یک قسمت از قلعه سنگربندی نشد و آن قسمت متصل شهر به کوه بود که به قد یک جاده سنگلاخی راه فرار برای سکنه آن دیار گذاشتند. نادر برای درهم شکستن قلعه قندهار 2 توپ قلعه کوب که به وزن 42 من گلوله شلیک می کرد پیش بینی کرده بود. سرانجام با رخنه سپاه نادر به قلعه، نادر فرمان حمله نهایی برای تصرف قندهار را دستور داد و سپاهیان ایران فوج به داخل قندهار حمله کردند. البته در این هنگام نادر بسیاری از توپ‌های سپاهش را به دیوار قلعه فرستاد تا از روی دیوار قلعه به داخل کوی و سنگرهای داخل قلعه شلیک کنند تا راه را برای ورود سپاهیان تسهیل کنند. از این تاریخ مدت مدیدی جنگ و ستیز بین لشکریان نادر با خانها و اهالی قلعه اطراف ادامه داشت که هر کدام از این جنگ‌ها را یکی از خانها و سرداران نادر فرماندهی می‌کردند. علاوه بر آن همزمان حملات مکرر به قندهار نیز استمرار یافت. نقب‌ها زدند، حصار را منفجر و تخریب کردند، ولی افغان‌ها با گلیم و صندوق‌های پر از خاک بلافاصله اقدام به تعمیر و ترمیم نقاط تخریب شده می‌کردند. سرانجام در یک از شب‌های فوق‌العاده تاریک شخصی به نام آزادخان خود را از درون قلعه قندهار به نادر رساند و تنها راه تصرف قلعه را هجوم سراسری در روز جمعه آینده دانست، زیرا در این روز قرار بود که اکثر اهالی و مدافعان شهر به خواندن نماز بپردازند. نادر بعد از شنیدن این خبر شورای نظامی بزرگی را تشکیل داد و فرماندهان داوطلب و فدایی را برگزید. آنگاه قرار شد این گروه به همراه 3000 نفر دست به عملیات ویژه بزنند که در صورت موفقیت هر نفر 1000 نادری معادل 50 تومان انعام دریافت کنند. به فوریت 100 نردبان و 2000 بیلدار و کلنگدار در اختیار آنان قرار داده شد. سپس مقرر گردید شب جمعه مین باشی ها، 500 باشی ها، یوز باشی ها، ده باشی ها
و غازیان دست دست شبانه وارد میدان عملیات هجومی نزدیک قلعه بشوند تا بعد از آغاز عملیات آنها 80,000 نفر بقیه به حمایت از آنها برخیزند. چنین نیز کردند و در روز جمعه نزدیک ظهر با شلیک توپ بر فراز برج 40 زینه که نشانه آغاز و دستور هجوم عملیات بود، هجوم و حمله ناگهانی آغاز شد. نیروی ویژه‌ای متشکل از نامداران افشار و قاجار و چشمگزک و مروی در زیر باران شلیک آتشباری مدافعان توانستند خود را به وسیله نردبانها به بالای حصار برسانند. با غوغای حمله 80,000 نفر بقیه تازه اهالی در درون قلعه قندهار متوجه واقعه شدند. حسین شاه افغان و وزیر او دوست محمد خان بلادرنگ 20,000 نفر را به تعجیل سازماندهی کردند و اقدام به دفاع نمودند، ولی مقاومت آنها چند ساعت بیشتر به درازا نکشید و قندهار را در میان سیلی از خون فتح کردند. حسین شاه و امرای افغانی او به شمشیر به گردن خود را تسلیم نموده و به اردوگاه نادر آمدند. نادر نیز آنها را بخشید و به همراه باقی طایفه قلیچه‌ای روانه ری و به قولی مازندران نمود. فتح هند و جنگ کرنال. در پی تصرف قندهار، کابل نیز پس از 6 روز محاصره توسط سپاه نادر فتح شد. بعد از شکست اشرف افغان در نبردهای دامغان و مورچه خورد اصفهان و فتح قندهار و کابل، نادرشاه به تعقیب افغانها پرداخت. بقایای افغانهای مهاجم به دهلی گریخته و محمدشاه گورکانی پناه بردند. نادر با اعزام فرستادگانی به دربار هند خواستار استرداد فرماندهان و یاغیان افغان به دربار ایران شد. نادرشاه 3 بار به هند اخطار نمود که افسران اشرف افغان را به ایران تحویل بدهد. بعد از رسیدن فرستادگان نادر به دهلی و اعلام درخواست استرداد پناهندگان افغان به ایران، محمدشاه با مشورت امیران و وزیرانش رأی به عدم استرداد پناهندگان داد و با فرستاده نادر به تندی برخورد نمود و سرانجام او را به قتل رساند و به این ترتیب زمینه و بهانه لازم را جهت لشکرکشی نادر به هندوستان فراهم نمود. مشاوران او هرگز تصور نمی کردند که سربازان نادر بتوانند افغانستان را کامل فتح کرده و قصد دهلی کنند و از طرفی با وجود لشکریان پرشمار هندی و ذخایر مالی فراوان اطمینان داشتند که نادر به فکر حمله به هند نخواهد بود. اما مقدر چنین بود که شاه ایران با حدود 100,000 سرباز ورزیده یورش خود را به هند آغاز کند و بعد از چند نبرد خونین دهلی را نیز تصرف نماید. از روز دوشنبه 5 اسفند 1117 خورشیدی تا روز سه‌شنبه منطقه نبرد در دشت کرنال در فاصله 150 کیلومتری شمال دهلی به عرض 3 کیلومتر محل نبرد سپاهیان نادر با هندوان بود. شرایط تقریباً برای هر طرف یکسان بود، ولی با در اختیار گرفتن بلندی‌های کناره باختری رود فیض به وسیله نیروهای ایرانی شرایط مناسبی برای سپاه نادرشاه ایجاد شده بود. در روز نخست نبرد یعنی 5 اسفند 1117 خورشیدی تا ساعت 14:30 در راستای تدابیر بالا هیچ یکی از دو سو برای آغاز نبرد پیش دستی نکردند. در این ساعت به دستور نادر تیراندازی توپخانه ارتش سرفراز ایران آغاز گردید و 2 فوج از 1000 نفر به مرکز و پهلوی راست ارتش هند تک نمودند که بدون درنگ سواران 2 پهلوی ارتش هند جهت رویارویی به حرکت درآمدند. سپس به دستور نادر نصرالله میرزا فرزند دوم نادر و طهماسب قلی جلایر به ترتیب پیاده ها و جناح راست سعادت خان تک نمودند که وی درخواست کمک از محمد شاه نمود. به دستور وی سربلند خان یکی از فرماندهان یگان احتیاط ارتش هند به جلو اعزام که منجر به شکست یگان جلایر شد. در این هنگام نادر به سوار نظام بختیاری فرمان داد تا علاوه بر کمک به سواران نصرالله میرزا از جلو به نیروی سعادت خان تک نموده و خود نیز با بختیاری‌ها از عقب به نیروهای سربلند خان یورش برد که در پهلوی ارتش راست هند اختلال ایجاد شد و عقب نشینی هندوان آغاز گردید. در این هنگام دستور توقف نبرد توسط نادر صادر و با شکست پهلوی راست ارتش هند در روز نخست نبرد پایان یافت.
در روز دوم هندی‌ها پیش دستی نموده و با فیل‌ها تک خود را آغاز نمودند که با نزدیک شدن آنها به نیروهای خط مقدم ایرانی، یگان جمازه سوار سرتیپ علی خان کیانی مأموریت خود را آغاز کرد. فیلها با کشته شدن فیلبانان و پرتاب گلوله‌های آتشین از سوی ایرانیان با عصبانیت به سوی نیروهای هندی برگشتند که سبب از هم گسیختگی آنها شد. آنگاه نادر فرمان داد تا یک تیپ با پیاده نظام سعادت خان و 2 تیپ با پیاده نظام خان دوران درگیر شوند. این درگیری سبب به وجود آمدن شکاف میان 2 پهلوی ارتش هند گردید که حاجی خان بیک افشار مأمور وارد شدن در رخنه توسعه آن و تک به پهلوی چپ خان دوران گردید. همزمان نصرالله میرزا و علی خان کیانی مأمور تک به پهلوی راست هندوان شدند. هر 2 پهلوی ارتش هند فرو ریخت و برادر و پسر خان دوران کشته شد و خود وی نیز زخمی شد و سعادت خان اسیر گردید. نیروهای هندی عقب نشینی کردند و شبنگام از هر 2 سو در محاصره قرار گرفتند و ارتباط آنها با دهلی قطع شد. در همین زمان محمد شاه که ادامه نبرد را بیفایده دید، نظام الملک و شماری از افسران هندی را جهت عقد متارکه پیش نادر فرستاد. آنان شرایط نادر را به محمد شاه یادآوری کردند که با حضور شخص محمد شاه در اردوگاه ناظر و پذیرش شرایط آتشبس برقرار می‌گردد. چند روز بعد در میان تشریفات فراوان و جشنی بزرگ، نادر و گروهی از افسران و سربازان ارتشش وارد شاه جهان یعنی دهلی شدند. او بر تخت شاهان هند نشست و امر به جمع آوری موجودی خزانه داد. غنایم جنگ. به نوشته محمد کاظم مروی مورخ عهد نادری که در بعضی از سفرهای جنگ نیز حضور داشت، غنایم فتح به شرح زیر است. موازی 30,000 شتر را زیر بار کشیده و آماده کردند. 4,000 شتر را جواهر و مرصع آلات پادشاهی، 2,000 شتر را طلا آلات دیگر مثل جام و زیر جام بلورین کنده کاری شده به طلا و طرحی یشم و طلا و سرپوش های بلورین که عقل از خیال آن عاجز بود بارگیری بنمودند. همچنین 6,000 شتر را اشرفی سکه بار بگرفتند و موازی 24,000 رأس استر بردعی را طلا سفید و نقره آلات بار بستند. دیگر تخت طاووس بود که چند پادشاه هند بر آن طلاکاری نموده بودند که به همراه چند چیز دیگر بار 70 شتر می‌کشیدند. به نوشته میرزا مهدی استرآبادی، چون سعادت خان ناگهانی دار فانی را ودا گفت، محصلان ایرانی به لکنهو که محل حکومت وی بود رفتند و 500,000 تومان طلا و جواهرات نیز از آنجا بر پیلهای بزرگ بار کرده بیاوردند. جمع آوری غنایم به این مقدار محدود نشد و تا مدتها ادامه یافت. کوه نور و دریای نور، 2 قطعه الماس بزرگ و بسیار گران قیمت، خزائن متعدد، ثروت‌های هنگفت اعیان و اشراف هندی و کتاب‌های نفیس به قدری بود که فقط آقا محمد خزانه‌دار و صندوقدار نادر توانست 3 خروار طلا را متقلبانه تصاحب نماید. فریزر علاوه بر اقلام ذکر شده 7 گروه فقط اسلحه و توپ، 1000 رأس فیل، 2000 آهنگر، 7000 اسب، 10,000 شتر، 100 خواجه، 130 نویسنده، 300 معمار و بنا، 100 سنگ تراش، 200 تاجر، 60,000 جلد کتاب ارزشمند را از دیگر غنایم ذکر کرده است. بازن پزشک دربار نادر نیز که نفرات ارشد هندیان را در جنگ کرنال 140,000 نفر و سپاه نادر را 60,000 نفر قید نموده، کل غنایم به دست آمده را 300,000 روپیه دانسته است. این غنایم هنگفت هم هزینه‌های سفرهای جنگی گذشته نادر را تأمین نمود و هم هزینه‌های جنگ‌های آینده او را و همچنین برای اقناع حرص و طمع خانها و فرماندهان ارتش نادر بسیار مهم و ارزشمند بود. آنها بعد از چندین سال نبرد همینک به ثروت عظیمی دست یافته بودند. در پایان نادرشاه حکومت نادر را دوباره به محمد شاه واگذار کرد. وی نیز به پاس قدردانی سکه‌ای به نام نادر ضرب کرد و خطبه‌ای هم به نامش در سراسر هند خواند. این مصالحه سیاسی برای طرفین مخصوصا نادر و فرماندهانش ضروری و حتی اجباری می‌نمود، زیرا آنها هرگز نمی‌توانستند سرزمینی با وسعت جمعیت هند را برای مدتی طولانی تحت نفوذ و سیطره خود نگاه دارند.
لازم به تذکر است که منظره میدانگاه جنگ کرنال به طرز زیبایی در کاخ 40 ستون اسمان به تصویر کشیده شده که این یادمان هنوز به شکل قابل تحسینی قابل رؤیت است. بازگشت به ایران و جنگ با ازبک ها. بعد از پیروزی بر هندی ها، ایالت مغرب رود سند، نواحی غزنین، کابل، قسمتی از پنجاب، توته و کوهستان های اطراف به تصرف ایرانی ها درآمد. نادر بعد از 58 روز اقامت در دهلی تصمیم به بازگشت گرفت. او به هنگام بازگشت دست به اقدام مهمی زد. نخست در کابل و پیشاور 40,000 افغانی را که از طوایف مختلف از جمله جماعت هزاره بودند به قشون خود ملحق کرد. دوم نسختچیان سپاه به همراه چند تن از معتمدان اموال و غنایم سپاهیان را قیاس و سنجش نمایند تا هرگاه ملازمین بیش از 50 تومان، یوزباشی بیش از 200 تومان، 500 باشی ها بیش از 1000 تومان، مین باشی ها بیش از 2000 تومان و امرا و سرکردگان بیش از 3000 تومان نقد یا جواهرات در اختیار می داشتند از آنها گرفته و ضبط کنند. علت این امر آن ضرب‌المثل معروف بود که سگ سیر به شکار و لشکر مالدار به کارزار نمی رفت. معلوم نیست که جمع آوری این غنام هنگفت به خاطر طمع‌ورزی نادر بوده است یا سبک کردن و وادار نمودن لشکریان به ادامه جنگ و کشورگشایی. بعد از بازگشت از هند و سرکوب مناطق شرقی کشور، نادر به تدریج ارتش خود را به سوی ترکستان به حرکت درآورد. در ادامه این سفر جنگی بر روی رودخانه چارجوی، معماران و بناها 45 روزه پل بزرگی را روی این رود احداث کردند. نادر بعد از ساخت پل امر کرد که در دو طرف رود قلعه های استوار بنا کنند که در هر قلعه 5000 تفنگی، عقور و اهالی اردو و بازار که جمعاً به قدر 30 یا 40,000 نفر گردیدند در آنجا سکنا گزیدند. بعد از مدتی سپاه نادر آماده نبرد دیگری شد. در آرایش نیروها، نادر و فرماندهانش قسمت‌های مختلف سپاه یعنی مرکز سمت راست، سمت چپ عقبه لشکر، کمینگاه و توپخانه را تحت فرماندهی‌های جداگانه درآوردند. در روز موعود دو سپاه در برابر هم به صف آرایی پرداختند. با آغاز نبرد رسته آتشباری ارتش افشاریه که شامل توپ‌های بزرگ، زنبورک، بادلیج و صف پوزن بود، در اولین لحظات ترتیب و نظم سپاه ازبکان را در هم ریخت و چون آنها با این سلاح‌ها آشنایی درستی نداشتند به شدت وحشت زده شدند و در نهایت به شکست آنها یعنی سپاه ترک ابوالفیض خان آتالیق انجامید. بعد از این نبرد آتالیق به همراه امرایش خود را تسلیم نادر کردند. نادر نیز آنها را مورد عفو قرار داد و مکلفشان کرد روز به روز مایحتاج ارتشش مخصوصاً علوفه چارپایان و آذوقه سپاهیان را تأمین کنند. سپس در بخارا سکه‌ای به نام نادر ضرب کردند و خطبه‌ای خوانده شد. وی در اینجا هم حکومت را دوباره در اختیار ابوالفیض خان نهاد و بعد از آنکه 30,000 جنگاور ازبک را وارد ارتش خود کرد، یکی از دختران سلطان ترکستان را به همسری پسرش رضاقلی میرزا برگزید و دختر دیگرش را هم به عقد برادرزادش علی قلی خان درآورد. بعد از این ماجرا نادر به سوی خوارزم رهسپار شد. نادر قبل از حرکت جمعی از اهالی اردو بازار و سربازان هندی را که رفتن به سوی خوارزم برایش دشوار بود را مرخص نبود. سپس از رود جیهون گذشتند. ایلبارس خان حاکم خوارزم به همراه 30,000 سوار نظام ازبک، آرال، یمود و ترکمن آماده نبرد گشت. بعد از اولین درگیری کوتاه، ایلبارس خان و جنگجویانش پا به فرار نهادند. نادر در پی این پیروزی به همه سرکردگان و امرا خلعت بخشید. ارتش افشار در سفرهای جنگی شمال شرق در حدود 3000 کیلومتر راه را در مدت 8 ماه پیموده بود. اتخاذ سیاست درست نادر و فرماندهانش در این سفر جنگی قابل تحسین بود، زیرا انتخاب سواحل جیهون به عنوان مسیر استراتژیک برای حرکت سپاهیان و انتقال تدارکات سپاه با توجه به صحراهای خشک بسیار عاقلانه و حساب شده بود، مخصوصاً آنکه تأمین تدارکات، آب و مواد غذایی از طریق صحرا و توسط چارپایان بسیار مشکل می‌نمود. اینک نادر با غرور و سرافرازی بعد از فتح ماوراءالنهر و ترکستان به سوی کلات نادری مراجعت می‌کرد تا غنایم و ثروت بیشمار ره آورد این سفر را در آنجا مخفی نماید. در این مدت قلعه کلات یا کلات نادری در کوههای حوالی شمال مشهد در سینه یک تخت سنگ عظیم بنا شده بود که توسط حصاری ضخیم با خندقی عمیق حراست می‌گردید، آنچنان که فتح آن را با وسایل نظامی آن دوره محال می‌دانستند.
در ساخت این کلات هزاران کارگر به مدت 5 سال کار کردند. به دستور نادر دیوار آن را به قدری صیقل داده بودند که هیچ دستگیره یا ناهمواری برای آویختن اسلحه یا دست وجود نداشت. نادر در قلعه ادوات کامل برای جنگاوران و تمام وسایل زندگی برای 10,000 نفر ذخیره را فراهم کرد و تمامی غنایمی را که از هندوستان به دست آورده بود در آنجا انبار کرد. حمله به داغستان. نادر و کادر فرماندهی او بعد از اندکی استراحت در مشهد بار دیگر تصمیم گرفتند در ذی‌حجه سال 1154 هجری قمری به سوی داغستان لشکرکشی کنند و عامل قتل برادر نادر را سرکوب نمایند. اتفاقا در همین سفر بود که در جنگل‌های مازندران نواحی سوادکوه به جان او سوء قصد شد و آن را منتسب به پسرش رضاقلی میرزا نمودند. نادر که رهبر یک دولت نظامی بود و ارتش دائما متحرک خود را در طول این چند سال به این سو و آن سو می‌کشاند، بر اثر خستگی مفرط به نوعی بیماری بدبینی و نگریستن بر همه وقایع از دریچه توطئه مبتلا شده بود. به علاوه اخبار شورش‌ها و اعتراضات مداوم مردم نواحی مختلف بر این خصلت اخلاقی او اثر مضاعف گذارده و آن را تشدید می‌کرد. بنابراین بلادرنگ مجلس محاکمه‌ای تشکیل داد و در پی آن امر نمود چشمان رضاقلی میرزا را از حدقه درآوردند. بعد از این واقعه به سوی آذربایجان آمد و در نزدیکی اردبیل لشکریان را ساندید و برای تأمین تدارکات سپاهش به حاکمهای محلی امر کرد تدارکات و آذوقه را آماده و به سوی داغستان حمل کنند. به نوشته بازن، پزشک نادر، سپاه ایران در این زمان بالغ بر 150,000 نفر بودند و از مجموعه جنگاوران نقاط مختلف ایران، هندوان، ازبک‌ها، تاتارها و افغان‌ها تشکیل می‌شدند. در منطقه داغستان تعدادی از امرای محلی به اردوگاه نادر آمدند و اظهار اطاعت کردند و آنها را مورد عفو قرار داد، ولی از آنان خواست آذوقه و علوفه ارتش وی را تأمین کنند. اما از بین طوایف مختلف دیگر لزگی‌ها و تبرسرایی‌ها تصمیم به مقاومت و مقابله گرفتند. با شنیدن این خبر نادر 10,000 سوار نظام تفنگچی خراسانی را به فرمانده میر علمخان خزیمه، اسماعیل مینباشی و زمانبیگ مینباشی مأمور سرکوب آنها نمود. ولی این گروه در برابر 30,000 تفنگچی لزگی کاری از پیش نبردند. بنابراین نادر بار دیگر 10,000 تفنگچی به سرداری رحیم خان ازبک و 11,000 نفر جنگاور از طوایف مختلف به حمایت از گروه اول فرستاد. با رسیدن این گروه از نیروهای پشتیبانی، لزگی‌ها شکست سختی خوردند و بعد از دادن 5,000 نفر تلفات بقیه به نواحی کوهستانی گریختند. به نوشته بازن، هرچند در این جنگ ارتش ایران خود را پیروز می‌دید، ولی لزگی‌ها به علت تبحر در نبردهای کوهستانی هرگز سربازان به طور کامل تن به تسلیم ندادند. نادر نیز مجبور شد قلا و دژهای نظامی زیادی را در این نواحی بسازد و سربازان بسیاری را در آنجا مستقر کند، ولی این تمهیدات هم ره آوردی به همراه نداشت. تنها کاری که نادر توانست در اقدامات تهاجمی آتی انجام داد کوچ بسیاری از لزگی‌ها به مناطق مختلف ایران بود. سان بزرگ و جنگ با عثمانی‌ها. دولت عثمانی بعد از شورای دشت مغان و اعلام قطعنامه 5 ماده‌ای از سوی ایرانیان، یکی از مواردی را که قبول مذهب جعفری به عنوان مذهب پنجم اهل سنت و جماعت بود را نپذیرفت و آن را نوعی بدعت دانست. نادر با ارسال چند نامه آنان را تهدید کرد که اگر در پذیرش این ماده تعلل ورزند اقدام به جنگ خواهد کرد، ولی عثمانی‌ها هیچ وقعی به تهدیدات وی ننهادند و به قلعه‌داری پرداختند. بنابراین بعد از چند سال آرامش در مرزهای غربی ایران، بار دیگر آتش جنگ شعله ور گشت. در زمان حرکت به سوی ارتش عثمانی‌ها، قلاع متعدد سر راه در نواحی مختلف به وسیله سرداران و گروه‌های اعزامی فتح می‌شدند. از جمله علی قلی خان برادرزاده نادر در رأس سپاهی 12,000 نفره مأمور سرکوب کردان منطقه سنجار گردید.
در این سپاه بخشی از جنگاوران مسلح به شمشیر، سپر، نیزه، تیر و کمان بودند که در زمان جنگ آنها را پشت صف تفنگچیان آرایش می‌دادند. در حدود سالهای 1156 الی 57 قلعه موصل توسط ارتش ایران تحت محاصره درآمد. حفاران نقبچیان بخشی از حصار زیر برج و بارو قلعه موصل را خالی کردند و بعد از انباشتن مواد آتش‌زا و باروت آن را منفجر نمودند. با خراب شدن بخشی از حصار قلعه بلافاصله با صدای کوس 40,000 نفر از جنگجویان سپاه افشار به سوی شهر هجوم بردند. اما مقاومت مدافعان قلعه موصل از جمله 40,000 تیرانداز و قارور انداز و سنگ انداز ترک که بر روی برج‌ها موضع گرفته بودند آنها را اندکی به عقب راند. بعد از صدور دستور عقب نشینی و اینکه نادر شاهد تلفات بسیاری بود، بالاخره شب فرا رسید. آنگاه توانستند خود را از زیر اجساد بیرون بکشند و فرار کنند. آنها در مدت 3 شبانه روز 14,000 گلوله غیر از سنگ‌های فراوان به داخل قلعه موصل پرتاب کردند و موجب قتل و جراحت بسیاری از اهالی شدند. عاقبت حسین پاشا حاکم قلعه با ارسال سفیر و هدایای فراوان مراتب اطاعت خود را اعلام نمود. نادر نیز درخواست او را قبول کرد و بعد از سر و سامان دادن به این نواحی به سوی بغداد روانه شد. والی بغداد احمد پاشا بلافاصله از اطراف و بلوکات مختلف قلعه و خوراکی بسیاری جمع آوری کرد و در کنار کهنه بغداد به همراه اعیان اشراف به خدمت نادر رسید. نادر نیز اطاعت و تسلیم وی را هم پذیرفت و خلعت جیفه، 4 فیل شاهنشاهی، چند رأس اسب عربی با زین و یراق طلایی برایش فرستاد. اما انتهای این دوره از جنگ ها نیز مصادف با شورش های بزرگ داخلی ایران شد. از این تاریخ به بعد آشوب ها و شورش ها همچون قدرت چرکین بعد از مدتی عفونت شروع به سرباز کردن نمودند. محسن خان قاجار پسر فتحعلی خان که در فتح مشهد توسط نادر و عواملش به قتل رسیده بود، به همراه ترکمنان یموت در استراباد، شورش اهالی هزار جریب مازندران، شورش دنبری ها در خوی، قیام محمد تقی خان شیرازی در فارس، آشوب‌های خوارزم و ترکستان، عصیان محمد علی رفسنجانی، عصیان مجدد داغستانی ها، قیام محمد علی قرخلو در رأس لرها و بختیاری ها که یکی از سرداران بزرگ ایران بود که در جنگ هندوستان، سند و افغانستان حضور داشت، همه نادر را از هم گسیخته کرد. شورش فتحعلی خان سیستانی و سرانجام طغیان بزرگ علی قلی خان برادرزاده و سردار بزرگ نادر، شیرازه امور را در سراسر ایران از هم گسیخته کرد. به همین علت نادر مجبور شد تا آخر عمر بیشتر وقت و تلاش خود را به کار آرامسازی و سرکوب شورشیان داخلی معطوف کند. وی برای این امر در هر ناحیه از خوانین، سرداران و نیروهای طرفدار خود بهره گرفت، مگر در مواردی که کار شورشیان بالا می گرفت و ضرورت می یافت خودش شخصا در رأس سپاهی بزرگ به منطقه اعزام شود. در شورش محمد حسن خان قاجار در ناحیه استراباد، ترکمنان دشت گرگان نیز به حمایت از او برخاستند. نادر 2 سردار بزرگ خود بهبود خان عطابک و ساروخ خان قرخلو افشار را مأمور دفع آنان نمود. سپس امر کرد میرزا تقی پیرزاده، حسن بیک کرد و حاجی محمد بیک قرایی که از خوانین و فئودال‌های منطقه نیشابور و بلوکات اطراف او بودند، به همراه 5,000 سواره تفنگچی یات و قرایی به کمک بهبود خان و ساروخ خان بشتابند. ولی این شورش ها پایانی نداشت. سردار فاتح و ناجی مردم ایران در اواخر دوران صفویه، اینک بعد از جنگ ها و لشکرکشی های پی در پی که او را از اوضاع اقتصادی و اجتماعی درون جامعه غافل کرده بود، به عمق ناکامی ها و بدبختی های مردم واقف می گشت. بنابراین تصمیم گرفت از ادامه جنگ با عثمانی ها بپریزد و کارنامه خود را در مرزهای غربی ایران با پیمان صلحی به پایان رساند. پس با رد و بدل کردن چند هیئت سیاسی بزرگ، سرانجام بعد از 5 دور مذاکره در تاریخ 17 شعبان سال 1159 هجری قمری قرارداد صلحی بین 2 طرف به امضا رسید. تلاش نادر برای ایجاد نیروی دریایی ارتش ایران. 2 ساحل مهم ایران یعنی جنوب دریای خزر و شمال و شرق خلیج فارس در این عصر از مراکز با اهمیتی بودند که احتیاج به نیروی دریایی داشتند.
در ناحیه دریای خزر برای نبرد و مقاومت در برابر حملات احتمالی روس‌ها و تجاوزات ترکمن‌ها، لزگی‌ها و گرجی‌ها و در خلیج فارس در برابر تهاجم کشورهای استعماری این امر را دوچندان ضروری می‌نمود. رشد سرمایه‌داری در اروپا، آغاز دریانوردی آنان برای بازاریابی، تأمین مواد خام برای تولیدات کارخانه آنها و غیره سبب گردید به تدریج دکل‌های کشتی آنها در پهنه آب‌های خلیج فارس نمایان گردند. آمدن آلبوکرک به خلیج فارس و اشغال جزیره هرمز سبب شد پرتغالی‌ها، انگلیسی‌ها و هلندی‌ها چشم طمع به سواحل خلیج فارس بدوزند. در عصر صفوی فرصتی پیش نیامد تا سلاطین این سلسله اقدام به تشکیل ناوگان و پایگاه‌های دریایی بنمایند. به علاوه با آغاز انحطاط دولت صفویان، اعراب مسقط و عمان نیز به فکر نفوذ افتاده و از چنگ‌های اقدام به تجاوز و تعدی در طول سواحل متعلق به ایران می‌کردند. آنها بعد از سقوط اصفهان توسط افغان‌ها بحرین را اشغال کردند و اندکی بعد شورشیان بزرگی همچون محمد خان بلوش را که در کهگیلویه سرکوب شده بود به جزایر خود پناه دادند. چند سبایی بعد از این وقایع نادر از نمایندگی هند شرقی انگلیس تقاضا کرد چند فروند کشتی جنگی در اختیارش بگذارند تا بتواند 5000 سرباز پیاده و 1500 سواره را به سواحل عمان گسیل کند، ولی انگلیسی‌ها این تقاضا را رد کردند. این اولین تصمیم نادر برای جنگ دریایی با ناکامی روبرو شد و باعث گردید از همان اوان حکومتش به فکر تشکیل یک نیروی دریایی هر چند کوچک بیفتد. اتفاقا چنین کرد و به قول عده‌ای اولین ناوگان نیروی دریایی پس از دوران ایران باستان در تاریخ ارتش ایران بنیان گذاشته شد. او و فرماندهانش در نخستین اقدام خود سال 1150 هجری قمری 30 فروند کشتی کوچک توپدار از هلندی‌ها و انگلیسی‌ها خریداری نمودند و سپس عده‌ای از ملوانان عرب و هندی را تحت فرمانده سردار بزرگی همچون لطیف خان درآوردند تا کار سازماندهی این نیرو را به پایان رسانیده و آماده عملیات ساحلی کنند. این نیرو به خوبی از پس مأموریت خود برآمد و توانست در اولین عملیات ساحلی و خشکی خود مسقط و عمان را از چنگ اعراب خارج کند. کیش را نیز فتح و محمد خان بلوش را بعد از مدتی دستگیر و به اصفهان بفرستد. سپس به دستور نادر قلعه کهنه پرتغالی‌ها در بوشهر را مرمت کردند و آنجا را مرکز ناوگان دریایی و سرفرمانده قوای دریایی ایران قرار دادند. ولی این چند کشتی و ناو جنگی کفایت بلند پروازی های نادر را نمی کرد. علاوه بر آن در برابر تهاجم روزافزون مهاجمان استعمارگر و شورش های متوالی اعراب و شیوخ منطقه قدرت و عاملی بازدارنده محسوب نمی شد. بنابراین تصمیم گرفت از دو طریق در جهت تهیه ناوگان جنگی، کشتی های توپدار و توپخانه های ساحلی تلاش و اقدام کند. به دستور نادر کشتی‌های جدیدی از انگلستان و هلند خریداری شد و یکی از این کشتی‌ها که فتح شاه نام داشت و این ناوها به زودی به دستور محمد تقی خان والی فارس در 2 عملیات بزرگ دریایی شرکت کردند. یکی علیه شیخ جباره حاکم بحرین که به کمک سایر اعراب علیه حق حاکمیت ایران مشکلات و تردیدهای ایجاد نموده بود و دیگری در مسقط علیه حاکم جدید به نفع فرمانروای خلق شده آن به نام سیف ابن سلطان ثانی. در عملیات دومی امام سیف از نادر علیه شورشیان و رقیب خود بالعرب بن حمید درخواست کمک کرده بود که بلافاصله محمد تقی خان مأمور حمایت از او شد. این ناوگان 11 ذیقعده 1149 از بوشهر وارد بندر عباس شدند و در سفر سال 1150 شکست سختی بر حریف وارد نمودند. سپس برای ناوهای ایرانی همه جا خراج از اعراب دریافت کردند. نقاط فتح شده همه به ایران ملحق شد که اندک زمانی بعد باعث اعتراض و شورش امام سیف گردید. این بار ناوگان دریایی ایران مأمور سرکوب خود سیف و سپاهیانش شد، ولی به علت بالا گرفتن اختلافات بین محمد تقی خان و لطیف خان که منجر به مسموم نمودن و کشته شدن لطیف خان گردید، پول، آذوقه و مواجب نظامی هم به تعویق افتاد و در نتیجه شورش ملاوانان و سپاهیان باعث شد شکست نصیب ایرانیان گردد. بعد از این واقعه قتل عام ایرانی ها در قشم و بحرین شدت گرفت.
هرچند نادر سعی کرد این نواحی را بار دیگر آرام کند، ولی هرگز موفق به چنین کاری نشد و کار درگیری ها تا سالهای 1156 که مصادف با قیام محمد تقی خان و پسرش محمد رضا خان علیه نادر بود به درازا کشید. اما دومین اقدام نادر در جهت تأمین کشتی‌های جنگی این بود که دستور داد کارخانه کشتی سازی در بوشهر دایر کنند. الوارها و چوبهای مورد احتیاج این کارخانجات را از جنگل‌های گیلان و مازندران بر دوش روستاییان و عرابه‌ها حمل نمودند. برای تهیه توپ‌های آنها نیز مقرر گردید در کارخانه توپسازی بندرعباس اقداماتی انجام گیرد. بعد از خلیج فارس، شمال ایران یعنی سواحل جنوبی دریای کاسپین مورد توجه نادر قرار گرفت. در ابتدا او به وسیله سفیر روس‌ها کالوشکین از تزار روس برای سرکوب لزگی‌ها و گرجی‌ها تقاضای تحویل 10 کشتی آذوقه نمود، ولی روس‌ها با این درخواست موافقت نکردند. خوشبختانه در همین ایام یک مرد انگلیسی به نام التون که مدتی کارمند شرکت انگلیسی روسی یا کمپانی تجارت با روسیه بود، بعد از پیدا شدن اختلاف با همکارانش به خدمت نادر رسید و صراحتاً اعلام کرد توان و قدرت تشکیل یک ناوگان دریایی برای ارتش ایران در دریای خزر را دارد. سپس طبق فرمانی به تاریخ 1156 هجری لقب جمال بیک به او اعطا شد و مأموریت یافت کشتی‌های بزرگی بسازد که به وسیله آنها بتوان آذوقه، مهمات و نفرات را حمل نمود. التون لنگرود را مرکز نیروی دریایی شمال ایران و دریای خزر قرار داد و در جستجوی لنگرگاه‌های سابق و قدیمی روس‌ها سواحل را در نوردید تا با یافتن آنها برای رفع بعضی از احتیاجات خود از جمله از آهن‌های قراضه بهره ببرد. سرانجام التون توانست با این امکانات به وسیله چند کارگر ماهر و کشتی سازی انگلیسی، هندی و روسی اولین کشتی جنگی توپدار را که گلوله‌های آن 23 پوند و به قول 11 کیلو وزن داشت در کرانه‌های گیلان به آب بیندازد و پرچم ایران را بر فراز آن به اهتزاز درآورند. این امر موجب نگرانی روس‌ها شد و چون التون سابقاً مأمور توسعه تجارت انگلیسی‌ها بود، دولت روس در نوامبر سال 1746 میلادی با صدور فرمانی تجارت با انگلیسی‌ها از طریق دریای خزر را به این کل ممنوع اعلام کرد. اندکی بعد افراد انگلیسی که با التون کار می‌کردند بعد از اختلافات و مشاجرات فراوان وی را تنها گذاشتند و ایران را ترک نمودند. اما التون بعد از مرگ نادر هم به کار خود ادامه داد تا اینکه سرانجام در نزاعی داخلی به سال 1751 میلادی به ضرب گلوله کشته شد و کار کشتیرانی در دریای خزر ناتمام ماند. مرگ نادرشاه. اواخر عمر نادر مصادف با شورش‌های مکرر مردم و قوانین مدعی سپری شد. وی سعی کرد با خشونتی همچون سیاست‌های جنگیش همگی را سرکوب نماید، ولی موفق نگردید. از جمله این شورش‌ها قیام تقی خان والی فارس بود که در سال 1157 به شدت سرکوب شد و بعد از دستگیری محمد تقی خان او را از یک چشم کور کردند و آنگاه وی را وارونه به خری نشانده در شهر اصفهان چرخاندند. اما این پایان کار نبود، بلکه برای ایجاد رعب و وحشت فرزندش را جلویش سر بریدند و در نهایت زنانش را نیز در اردوی نظامیان ایران تقسیم کردند. نادر بعد از فارغ شدن از این کار به همراه پسرش نصرالله میرزا به فارس و سپس به داغستان لشکر کشید تا قیام لزگی‌ها را نیز فرو نشاند. آنگاه با اعزام هیئتی بلندپایه به استانبول که ریاست آن را میرزا مهدی خان استرابادی و مصطفی خان شاملو به عهده داشت، بین ایران و عثمانی‌ها پیمانی منعقد گشت که صلح موقتی را به همراه داشت. همچنین در این سالها مشخص گردید که طرح جابجایی و اسکان عشایر، ایلات و طوایف که از مدتها پیش توسط نادر و اطرافیانش برای جلوگیری از عصیان‌ها و شورش‌ها انجام می‌گرفت، ثمری به بار نیاورده است، زیرا آتش قیام‌ها بعد از پیمان صلح با عثمانی همچنان شعله‌ورتر می‌گشت. نادر در سال 1730 میلادی حدود 50 تا 60 هزار خانوار از عشایر آذربایجان و عراق و فارس را به خراسان کوچاند و ابدالی‌های افغان را به مشهد، نیشابور و دامغان فرستاد.
مجدداً 4 سال بعد از فرو نشاندن آتش قیام بختیاری‌ها، عده دیگری از عشایر 7 لنگ و 4 لنگ را که بالغ بر 10,000 خانوار می‌شدند به منطقه جام خراسان انتقال داد. وی همچنین یک بار در سال 1145 پس از پیروزی‌های مکرر در تفلیس 6,000 خانوار گرجی را نیز به خراسان کوچانده بود. سفر جنگی او به داغستان هم که سبب شد بسیاری از لشکریان از فرط سرما و گرسنگی به کام مرگ روند و جسد آنها در حاشیه جاده‌ها پراکنده ماند. برآشفتگی اوضاع سیاسی و بدبینی او نسبت به اطرافیانش و برعکس بر آتش کینه نزدیکانش نسبت به وی افزود. این موارد آشفتگی و نابسامانی دقیقاً در نامه‌های نمایندگان سیاسی روس در ایران آن عهد منعکس هستند. سرانجام در اواخر سال 1160 هجری قمری در پایتختش مشهد قاصدان و جاسوسان خبر آوردند که علی قلی خان برادرزادش نیز که به همراه طهماسب قلی خان جلایر برای فرونشاندن آتش قیام سیستانی ها به آن ناحیه رفته بودند، ولی علی قلی خان و طهماسب قلی خان نیز به شورشی ها پیوستند. در نتیجه خود نادر بدون توجه به آنکه ارتش وی دیگر انضباط و آمادگی سالهای قبل را ندارد، شتابان به سوی قوچان آمد و در ناحیه فتح آباد خیمه و خرگاه‌های اردوگاه را برافراشت. در همین مکان آتش اختلافات بین جناح‌های مختلف ارتش او به ویژه بین دو دسته بزرگ یعنی فرماندهان ایرانی و افغان‌ها از سوی دیگر بالا گرفت و شعله ور گشت. مخصوصا زمان این اختلافات اوج گرفت که شایع گردید شاه قصد دارد با همدستی سرداران افغانی از سرداران ایرانی خود انتقام بگیرد. بنابراین خوانین و سرداران ایرانی به تحریک علی قلی میرزا توطئه‌ای را طراحی کردند که صالح خان رئیس نگاهبانان یا به تعبیر دیگر افسر فرمانده گارد به همراه چند تن از فرماندهان بزرگ قاجار و افشار در شب یکشنبه 11 جمادی الاخر آن را به اجرا گذاشتند و نادرشاه را در سراپرده‌اش به قتل رساندند. به نوشته هانوی با هیاهو و شلوغ شدن سراپرده نادر سپاهیان مخالف و موافق نیز به جان هم افتادند، آنچنان که 50,000 کشته و تلفات بر جای نهادند. ترکمانان طرفدار نادر هم بعد از یک مقاومت شدید و خونریز سرانجام مجبور به ترک فتح آباد شدند. 4,000 افغان ابدالی و ازبک هم تحت امر احمد خان ابدالی به سوی قاجار گریختند. احمد شاه در آنجا تاج سلطنت بر سر نهاد و خود را احمد شاه درانی خواند. جانشینان نادر. بعد از مرگ نادر نتایج بد و سختگیری‌های شدید بر مردم خود را علنی تر گردانید. در اولین عکس‌العمل اجتماعی ارتش وی که حول محور کشورگشایی‌های بزرگ متحد شده بود یک بار از هم پاشید و مدعیان سلطنت هر یک بخشی از جنگاوران متفرق و سرکردگان را تحت فرماندهی خود درآوردند و به جنگ‌های خانمانسوز و فرسایشی پرداختند. آنها که جاه و جلال و ثروت به دست آمده توسط نادر چوپانزاده پوستین پوش را به چشم دیده بودند، اینک هر کدام در پی این جلال و جبروت خود را کمتر از اون نمی‌دانستند. بنابراین بار دیگر یک دوران پر از کشمکش و خونریزی بعد از مرگ نادر تا تشکیل حکومت زندیه صفحه‌ای از تاریخ ایران را سرخ و گلگون کرد. در میان این تعداد از سرداران و مدعیان قدرت، علی قلی خان برادرزاده نادر لیاقت و قدرت عمل بیشتری از خود نشان داد. با پذیرفتن مخاطرات فراوان خود را به مشهد رسانید و در تاریخ 27 جمادی الثانی 1160 به نام عادل شاه بر تخت سلطنت نشست. او بلادرنگ پسران نادر را به قتل رساند، اما هنوز از این کار فارغ نشده بود که خبر حرکت ارتش 120,000 نفره برادر مدعیش ابراهیم خان رعشه بر ارکان حکومت متزلزل او انداخت. در این جنگ او از برادر خود شکست خورد و در نتیجه مدت زمانی بعد در تهران دستگیر شد و به دستور ابراهیم خان جراح باشی چشمان او را از حدقه درآورد. بعد از این واقعه ابراهیم خان در ذی‌حجه سال 1161 در تبریز بر سریر قدرت نشست.
وی در سایه همین اختلافات داخلی و جنگ‌های داخلی توسط یکی از طرفداران خود به نام شاهرخ اسیر و نابینا گردید. اما 1 سال بعد میر سعید محمد نوه دختری شاه سلیمان صفوی توانست در محرم سال 1163 به نام شاه سلیمان دوم در مشهد بر تخت شاهی بنشیند و بلافاصله شاهرخ را از 2 چشم محروم نماید. از قضا حکومت شاه سلیمان هم 40 روز بیشتر دوام نیاورد و با شورش مجدد مردم شاهرخ کور بر پادشاهی رسید و این بار او دستور داد سلیمان را از 2 چشم محروم کنند. برخلاف عصر صفویه که به مدت 250 سال تبلیغات شدید مذهبی سلاطینان بر روح و مغز مردم ایران به نحوی اثر گذاشته بودند که آهنها حکومت و مذهب را به یکدیگر پیوند داده و بین تعلقات معنوی و سلطه جبری و مادی شاهان تلفیق به وجود آوردند تا بدین وسیله ثبات و استیلای سلاطین تضمین و بیمه شود. اما اینک شاهان افشار مخصوصا نادر اصراری بر تلفیق دین و حکومت نداشتند. به قول ناپلئون نادر جنگجوی بزرگی بود ولی فرزانگی آن را نداشت تا فکر امروز و آینده اقتصادی کشور خود باشد. پایان.